حکایتی عرفانی پلیسی. پیرمردی وارد طلافروشی شد، به فروشنده گفت من عمل صالح تو هستم. فروشنده خندید و گفت گرفتی ما رو؟ در همان هنگام زوجی جوان وارد شدند و نزد پیرمرد بنشستند. فروشنده گفت این همه جا چرا چسبیدیم به این پیرمرد بدبخت؟ گفتند کدام پیرمرد؟ حالت خوب است؟ طلافروش با شرم و خجالت کار زوج را راه انداخت. پیرمرد گفت غیر از تو کسی مرا نمی بیند. گفتم که من عمل صالح تو هم. این بار مرد و زن دیگری وارد شدند و همان قصه تکرار شد. پیرمرد به زرگر گفت چیزی از تو نمیخواهم، فقط این دستمال متبرک را به صورتت بمال تا رزقت بیشتر شود. زرگر غرق امتنان با حالتی عرفانی دستمال را گرفت و بو کرد و نقش زمین شد. آنها هم کل مغازه را روفتند و رفتند. اما 4 سال بعد پیرمرد با غل و زنجیر و اسکورت و پلیس بازگردانده شد. پلیس ماجرا را از پیرمرد و زرگر پرسید و آنها داستان را گفتند. پلیس گفت برای اطمینان صحنه را بازسازی کنید. پیرمرد دستمال را به زرگر داد. زرگر با حالت عرفانی بو کرد و دوباره نقش زمین شد. این بار پیرمرد و پلیس مغازه را روفتند و بردند. ناکس من که فهمیدم تو داری انتخابات نظامو میگی که 4 سال یه بار دار و ندار عظما توش به باد میره، ولی فکر کردی مقام عظما 100 تن پیرمرد دوزده رو میذاره تو جیب عباش. درست های دکتر، درسته که مقام عظما انده همه دوزه و قالتاقاست، ولی بالاخره هر 4 سال یه بار فکشو میده دم لگد این و اون. چرا این دم آخر این کارو کرد؟ این دیگه به حسابش نوشته است، نمیشه کاریش کرد. تو پوزیای سنگین انتخابات واسه مقام عظما و مردم جای تبریک و تسلیت داره. آقای دکتر شما به عنوان ابر استراتژیست نظام باید بدونی که مردم خیلی وقت حسابشون از مقام عظما جدا کردن. باشه ما هم جدا میکنیم، تبریکش برای مردم، تسلیتش واسه مقام عظما. مقام عظما زبونم لال، مگه عقلشون نمیرسه که این دم آخری این بلای انتخابات سر خودشون نیارن؟ گفتم که مجبوره. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن، بزن بهادر عرض میکردم، بله میفرمودن که معلمه داشت واسه بسیجی ها از بهداشت میگفت. دید یه گربه رو دیوار نشسته، رو دیوار روبروی کلاس خودشو تمیز میکنه. گفت ببینی حتی اون حیوانم عقلش میرسه که خودشو با زبونش تمیز کنه. بسیجی گفت خب ما هم عقلمون میرسه ولی زبونمون نمیرسه. برگردم آقای دکتر به مقام عظما و انتخابات. نکنه زبونم لال این دم آخری مثل سبزعلی مشنگه شده باشن که هی شرکت میکنه ببینه این بار چی میشه. یه بار دیگه بگی این دم آخری من میدونم و تو فهمیدی یا نه. یه حکایت برات میکنم، این دفعه تو پیامشو بگیر. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر عرض میکردم، بله میفرمودن طرف گفت صدای گنجشگاهی که جمع میشن تو حیاط آرامش منو به هم میزنه. دوستش گفت کاری نداره، جوابش یه پیاله مرگ موشه. گفت چه کارش بکنم؟ گفت هیچی، بخورش به آرامش ابدی میرسی. باشه آقای دکتر باشه، من دیگه نمیگم این دم آخری، ولی این سبزعلی رضایی چرا عبرت نمیگیره و هر بار کاندیدا میشه؟ داستانش داستان سینما رفتن مشنگه است. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر عرض میکردم، بله میفرمودن مشنگه و دوستش رفتن سینما. به صحنه بزن که رسید، دوسته گفت شرط ببندی ببینیم کی کیو میزنه. من میگم سیاه سفیده رو میزنه. شرط رو بستن، دوسته برد، اما خب دلش به رحم اومد. به مشنگه گفت ببین من تقلب کردم، قبلا فیلمو دیده بودم میدونستم این میزنه. مشنگه گفت برو بابا، من خودم 5 دفعه فیلمو دیده بودم، ولی گفتم حتما دیگه این دفعه این سفیده غیرتی میشه تلافی میکنه. آیه دکتر وقت خیلی کمی داری. تو چرا همش وضعیت نظامو به رخ من میکشی امروز؟ نه منظورم توی برنامه خواستم بگم به یه سوال میرسیم، موقعیت نظام بعد از معرفی رئیسی به ریاست جمهوری چی میشه؟ من خیلی خلاصه با یه داستان آموزنده برات قضیه رو میزنم به خال. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر عرض میکردم، بله
میفهمودن کارمند مشنگ از شرکت اومد بیرون، دید یه ماشین مدل بالا پارکه، چند تا نوجوان هم اون طرف دارن نگاش میکنن. اومد افه بیاد گفت نگاه کنی این شرکت مال منه، این ماشین هم همینطور مال منه، تا از حسودی بترکید، بچه پرروهای فلان فلان شده. یکی از پشت زد رو شونش، دید رئیس شرکته، گفتش که به ماشینم تکیه نده خط میفته، بچه پررو هم خودتی، دیگه با پسرای من اینطوری صحبت نکنی، از فردام دیگه تو شرکت نبینمه. یعنی باید تیر گند زد به تمام نشونهای تو زندگی. آره دیگه، اون جناح که سله تو جناح خودش هم سلاخی کرد، بعد رکورد زد، اولین رئیس جمهوری آورد که هیچ آدم درست و درمونی تو دنیا بهش تبریک نگفت. تازه همون روز اول عفو بین الملل گذاشت تو کاسش، گفت اینو باید محاکمه کرد. آیه دکتر، اگه یه بسیجی احمقی هم مونده بود که ربط اون داستان تلخ شما و با یک تیر گند زدن به تمام نشونهای زندگی رو با وضعیت مقام عظما نفهمیده بود، با این توضیح ابهام زده و شفاف اون رو هم حالیش کردین، چه کار میکنین با این نظام این دم آخری؟ ناکس، تو از اول برنامه بند کردی به این دم آخری، بهت گفتم با تهدید که یه بار دیگه بگی دم آخری.